ایشان پیوند میداد. به همین خاطر همگان در فکر آزارش بودند و روح حساسش را به طوفان میکشیدند. در دنیا بیگانه بودم. هنگامی که عاشق گشت، چون درد جان فرسای خویش را میدانست، از دیگر با همگان بیگانه شد و در جستجوی عشق خویش هر گوشه ای را طی کرد. پدر صبر کنین، تقصیر اون نیست، تقصیر مردی که بی‌شرفه که میخواست منو به زور بغل. آذر حکمتیار چهره هنرمند سینما و تئاتر ایران، نمایشگر دختری است که احساسات انسانیش او را به دوست داشتن جوانی لال واداشته است. نادر قاضی‌بیات با کوششی عجیب جوانی هنرمند و لال را نمایان می‌سازد. هنرمندان دیگر این اثر عمیق و انسانی: نادره، اظهری، هوشنگ کاظمی، ناصر لاوه‌زاری، صبری، شکوه و منصور وارامقام. شالاتون بکنم بالاخره گیرت آوردم. تعجب میکنی ها؟ تا کنون کلمات ژرفا و لطافت عشق را بازگو میکردند، ولی در این فیلم تصاویر و حرکات بازگوی عشق خواهد بود. بله، تقریبا 1 سال پیش بود که با مهرداد نامزد شدم. در دنیا بیگانه بودم. نمایشی عمیق و ژرف از زندگی جوانی که در این دنیای بیکران در میان مردم بود. از همه بیگانه بود. رنجها و خاریها دید چون عاشق شده بود و سختیها و مشقتها کشید چون وسیله بیان نداشت. در دنیا بیگانه بودم با شرکت افتخاری هنرمندانی چون مقبلی، اکبر هاشمی. در دنیا بیگانه بودم همراه با رقص شهپر. من که خوبم، تو چطوره؟ اون چطوره؟ این چطوره؟ گل نسا حالش چطوره؟ گل بهار حالش چطوره؟ گل زری حالش چطوره؟ گل علی حالش که خوبه. دلم میخواد آواز عارف. عاشق چی؟ عاشق من راستی به جز منو جز خدا تو هیچ کسو نمیخواستی. در دنیا بیگانه بودم به زودی در این سینما به معرض نمایش گذارده خواهد شد.